وقتی یک بنده میگه سبحان الله، الله متعال به فرشته‌هایش میگه رحمت بی انتهایم را به بندیم نوشته کن. پیغمبر محبوبمان صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی بنده میگه الله اکبر، الله به فرشته‌هایش میگه رحمت بی انتهایم را برای بندیم نوشته کن. وقتی بنده میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله و فرشته ها میگه رحمت بی انتهایم را به بندیم نوشته بکن. سبحان الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چقدر زیبا هست. هیچ معبودی بر حق غیر از الله نیست. سبحان الله، نسبت پاکی هست الله را. الله اکبر، الله بزرگترین هست. پس ذکر بسیار فضیلت داره، خیلی زیاد فضیلت داره. الله متعال در قرآن کریم میفرماید فذکرونی اذکرکم، مرا یاد بکنید من شما را یاد میکنم. یکی از فایده های ذکر این هست که وقتی الله را یاد بکنی، ذکر بکنی، الله تا را یاد میکنه. از پیش الله متعال فراموش نمیشی. مشکلات داری، سختی ها دنبالت هست، الله را یاد کن. چقدر زیبا حدیث بود.